عبدالله پیروف دکتر علم طب سابق سردکتر بیمارخانه قریه بولو روز 16 آگوست سال 2024 از عالم چشم پوشید. در این باره سیاف میزراب در فیسبوک خبر داد درباره علت مرگ عبدالله پیروف چیزی گفته نشده است. 10 نفر در زیر خبر مرگ عبدالله پیروف اظهار تسلیت کرده برای پیوندانش صبر جمیل و برای روان دکتر خوشنام آخرت آباد را دعا کردند. اکثریت او را همچون طبیب اوزیق و انسان صافدل و نکوکار توصیف کردند. عبدالله پیروف سال 1948 در کانگورد به دنیا آمده دانشکده طبی تاجیکستان را ختم کرده است. عبدالله پیروف سالهای زیاد در نظام تندرستی نویه دنغره و سپس در دوشنبه به مردم خدمت کرد و در برابر این فعالیت علمی نیز داشت. عبدالله پیروف سال 2005 در مسکو در موضوع ویژگی‌های پنجشنبه ویروس تبلرزه خونچکانی کریم و کنگو در جمهوری تاجیکستان رساله نامزدی و بعداً باز هم در همین موضوع راه‌های تبابت تبلرزه رساله دکتری حمایت کرده است. این نوع تبلرزه را طبیبان تبلرزه آسیا میانه نیز مینامند. عبدالله پیروف در اول سالهای 2000 سرطبیب بیمارخانه مشهور در محله قریه بولوی دوشنبه تعیین شد و تا سال 2011 در این مقام کار کرد. این بیمارستان در زمان رهبری دکتر پیروف به مرکز ملی طبی شفابخش تبدیل نام کرد. ماه ایول سال 2011 عبدالله پیروف به نفقه رفت و به جای او عبدالکریم شیخوف سابق سردار مرکز جمهوری مبارزه با بیماری‌های سیل سرطبیب شفابخش تعیین شد.